سلام و درود و ارادت خدمت تک تک عزیزان. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و بریم که با هم داشته باشیم یه ولاگ از سیلی که داره میاد. خب دیشب هممون خیلی یهویی با صدای رعد و برق و اینا پریدیم از خواب و کلن همه ترسیده بودن، علاوه خصوص اینایی که به دریا حکم طوفان ندادن. بعد بریم که الان با هم ویدیویی بگیرم از سیل، هم که مراسم گلچینی زمین حاج آقا رو برم ببینم که الان اعضای خانواده رفتن اونجا چجوری هست. خب خارج میشم از محل و برم سمت میدون مرکزی که سعید آقا حسابدار ما پسر عمه گل ما رو ببینم و ازش یک دانه داروخانه فرستادم وسیله بگیره که وسیله رو بگیرم و بعدش زحمت عروس عموی ما میشه تزریق و آمپول ضد حساسیت، چون داخل گلا حساسیت و آلرژی داشته باشی. سلام به مشکل میخوری. حالا یکی مثل اسپاسم ریوی میگیره، یکی زنبور میزنه و گزینه‌های مختلف. خب از قطب اقتصادی شهر خارج شدم و دارم به سمت میدون مرکزی میرم و یک ولاگ بلند میخوام بگیرم برای شما تا شما هم همراه ما و خانواده لذت ببرید. خب قطعا همونجور که میدونن یک مصاحبه شد از گرداننده کشور قبل از اینکه از کشور خارج بشه و طی آخرین روزاش یا حالا آخرین مسافرت‌های خارجیش یه خبرنگار آمریکایی پرسید از شاه ایران که آقا اگر شما برن و رژیم آخوندی یا جمهوری اسلامی بیه پای کار چی اتفاق میفته؟ گوی ایران 1500 سال برمیگرده به عقب. من اصلا آدم سیاسی نیستم ولی دقیقاً به همونجا رسیدم. بیا برم دیگه. نه باشه. خب سعید آقا نشست که برسونم برم که ببینم چجوریه اوضاع، که حاج خانم و بچه ها اینا همه رفتن اونجا و میگن قشنگه و اینا. برم ببینم چجوری هست. خب اللحاظ ساختن زیر مجموعه زیر بنا نمیدن و فلان اینا صد زدم، نفهم خیلی کارا کردم ولی 1/1000 چیزه که بره ایران الان مورد نیازه. یعنی ما قطعا میتونستم مثل چین الان کل کشور ما همه سرسبز کنم و ایران هم که میدونن یک کشور 4 فصلیه، میتونستم کل ازش درآمد در بیاد. و اصلا ای که به هیچ چیزایی هم شما بخوای فکر کنی هم اشتباهه، چون کل زندگیت سوخت میشه برای کارهایی که باید مشد و صورت نگرفت. از اون قسمت دیگه بخش ساختن آدما، خب الان میبینن منشیای تلویزیون، یارو قبلا میدیدی شبکه 3 بود فقط، الان میبینید تمام شبکه ها مثلا یک دانه مجریه یا بازیگرا آمدن مثلا مجریگری میکنن. این برای که کلهمن این پروسه جمع شد. حالا یه مثال زدم توی همه گزینه ها و اینا. بعد و خب بحث ساختن و زیر مجموعه سازی و به وجود آوردن یک فرهنگ و فرهنگ سازی و پیشرفتنش واقعا فسیل میمونه آدمه. یعنی
یعنی باید خیلی آدم پر روی بشی طی بخش مردمیشه میگم. یعنی ما اومدم یک کار کردم که مردممو بشینن، دراز بکشن، راه برن، هر کارو بکنن بتونن پول در بیارن. بعد و خب موفق شدم اون چیزی که گفته بودم انجام بدم. حالا یک گزینش که 100% شد، مردم دارن درآمد کسب میکنن بدون یک ریال سرمایه. و گزینه دیگه‌ش هم که بحث کانالایی بود که صاحب کانال بشن، بتونن ویدیوهای مختلف بسازن و اینا و اینجور مسائل. حالا خدمت شما عرض شم که خب متاسفانه اینجور سیستم هایی که ساخته نمیشه تو امروزات مگذری عادت میشه. یعنی بدن آدم یک ابر کامپیوتریه. شما اگر به بیکاری عادت بدی، به خواب عادت بدی، هرچه بخوابی بازم خواب داری. اگر باز به قول بنده خدا گفتنی به مسائل دیگه مثلا اگه فرق نداره زندگی، یعنی آدم سالم و غیر سالم نداره، الان هیچکی هم سالم نیست، ولی در کل برنامه‌ریزی و پیشرفت و اینا با این تورمه نموشد و خدا رو شکر. یعنی من هر موقع از طی 2 ماه دلم گرفته که آقا مثلا تو یک مغزی، یک نخبه اقتصادی، نمیدونم بلدی کار جمع کنی در بیاری، هر کار میکنه نمیشه. و تنها چیزی که من خوشحال میکنه همین بحث یوتیوبه که واقعا تنها راه نجات خانواده ما. خب آقا مردم زیاد اینجا وایستادن، اگر ببینن نگاه کنن ترافیکه و او سر پل اونجا بسته. یعنی مردم روستای قادرآباد الان قادر به آمدن به تربت جام هستن، البته از جاده بالا، از جاده میتونم برمیان، ولی کال رضاباد کامل آب میاد. حالا جالبیش چیه؟ این قبلا اصطلاح دریای رضاباد داشته که این دریای رضاباد الان چیز شده، مالامال آبه، ولی در مره به هریرود افغانستان، به رود اصلی. کاش میشد اینا رو افغانستان که آب رونابه است، کاش میشد ما یه آب هدایت میکردن به سد دوستی حالا یا جاهای دیگه. ولی خب همین که کشاورزا الان حالشا خوبه، ولی باغدارا دیشب با این تگرگ و بارندگی همیشا قطعا زلرهای خواسته کردن، ولی باز استفاده و منفعتش خیلی بیشتر از زلرشه. خب بریم که برسیم خلیج فارس، دارم برم بالا. هوای خلیج فارس هم خیلی خفنه، اگه ببینن یک هوای ابری، درختا سرسبز، مردم آمدن همه بیرون و یک روز مجانی، یک خاطر مجانی دارن برای خانواده هایشان میسازن. یعنی به 4 نگاه میکنی داخل ای بلوار. روزا خوبه ای بلوار، از بعد از ظهر دم عصر دیگه میشه پاتوق دافا و دوستان عزیزه که متعلقه هستن، تز سلامت دارن، میان اینجا هر که هم نوش پیدا میکنه و اصلا کلهم هم پروسه بعد از ظهر و شب اینجا به جایی که هوای آزاد بشه از شهر میه بیرون، میشه هوای ناآزاد و کلن همه چی به هم میریزه. خب وارد مسیر خاکی باغ حالا نمیشه گفت، چون دیوار و در و پیکر درست نداره. سقف شرم که دادم یک خانه کوچولویی درست کرده بودم که اونجا خانواده برم بشینن و اینا، بودم خراب کردم تا چون خیلی نزدیک شهر و اینا معتاد پاتادا و اینا می آمدن اونجا میشیشتن. اصلا یک جوانایی میدیدی مثلا برن تیشه بریشه خودشون میزنن که اصلا نه. گفتی تو یک بخش از این کاری طرف خاطر جمع اینجا هست، یک سرپناه یک کسی نبینم یه اینجا موادشه مزنه و
خب بجور آدم هایی هم که از دنیا بقول یارو دارن خودشار ترت میکنن. جالبه، حالا قیافه ما هم زیاد دیدن نداره. دندونا رو هم باید برم پر کنم. هر دکتری هم که رفتم که باید تایمای زیاد وقت بذاری، مثلا 3 تا نهایت اگه درد بزنی تحمل کنیم، اگه ما اوکی میکنم. خب من خواسته شد 3 تا چی کنم، باید بره 70 دندون تقریبا 1 هفته آدم کلومن بی خیال سیستم عصبیش رو اینا بشه. خب ببینم حاج خانم چی میگن. الو جان. جان مدارم برم سر زمین. بله حاج خانم ناراحت کرده بودن. در ابتدای تلفن نمیدونم خدا کی بود، مگه بیزار از قهوه. نه خب اسبا هم اینجا هست و مال دوستان اسب سواره. همیشه اینجا 5-6 تا اسب هست که یک جور حالت مثل تو آمریکا بقول یارو اسبای وحشی و اینا. البته ما هم رونج دارم، اسب وحشی یک گله بزرگ دارم، ولی اینجا هم اسب هست دقیقا مثل اون مزرعه های دیگه. این کره کوچولو بود الان بزرگ شده کنار مامانش و اینا. حالا اگه دیده بشه. و مردم کخ دارن، نگاه چقدر سیل دارن میره و مردمه که بی خیال نباشن. خب یعنی نگاه موتور ماشین از اون جاده کنار کال میرن که اگه ریزش داشته بشه پدرشو در می. خب دوربینم که اروا همه ما افتیدیم با حاجی لطفی که خود ما یادم رفت چی برسه ای که بیم پیشرفت کار خودمو بیم اگر کت خفنه بزنم و کارهای خفنه بکنم. حالا این مسیر زمین حاج آقا هم که 2 تا مسیر هست تو خلیج فارس که میرن شما سمت ای جاده خاکی داره رو به راست باز میشه و میرن سمت ای سبزی فروشا. یکی از جاده ها ستون داره کنارش که ای جاده زمین حاج آقاه و او یکی دیگه که او پایین الان اسبار گرفت و ماشین و موتور رمشن اونا نداره. خب این سارار حالا باید ویدیو آدم نتونست دوربین جلو اگه بود زوم میکردم و کارهای خفن‌تر میکردم. خب از اینجا برم که این قسمت قطع کنم و یا نه برم همینجوری بدون کات برم که شما هم همراه ما بشین. خب خانواده ماشین حاج آقا که اونجا، خانواده هم که تو درختای و درم میام بیرون. باغه که حاج آقا داره، باغ قبلا ما گل گاوزبون کش کرده بودم ولی الان خدمت شما عرض کنم که گل محمدی اوکی کردم که لااقل گلاب به قول یارو مغازه ما و مشتری های گل ما و خانواده خود ما بشه. خب پسر خسته ای ما وینگل اونجا هست و بعد شب نمیدونم چی بود همش خواب تزورم میدیدم، یعنی آمده بود دوباره تا حیات و نگاه میکرد و بعد خجالت میکشید نمیومد. هرچون مثلا بقول یه رو اشاره میکردم که بیا برم و مثلا اونقدیم بیا برم خانه و اینها چیزایی که با هم داشتیم ولی خانه نمیاد تا ای که صحبت کردم بره شد آقا بیا برو خانه. اون موقع امیدوارم او هم هر جا از حالش خوب بشه. به حال خواست ما یک بخش بعد زندگی ما ایرانیاییه که قبل از اینکه
کار بکنیم، نمیرم یک سرچ یک تحقیق چیزو بکنم. و چیزی که از هاسکی خوشگلی داره، ولی چیزی که از هاسکی نمیدونسته می بود که عاشق فرار کردن، عاشق فرار کردن یگانه. خب رسیدم و تقریبا 10-15 دقیقه است کنار شما هایم اینجا. هواش با تربت با ای که 500 متر 1000 متر فاصله داره، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. و خوبی داستان خیلی خوبه اگه آدم بتنی یه وقت بذاری، حالا جای درست کنی بشینی با خانوادت و اینا خوش بگذرونی، در حد آخر هفته جایی بشه امن بشه، مال خود شما باشه، زمین تا آسمون فرق میکنه و اینجا هم قطعا متعلق به همه شما. خب رسیدم، مجبورم قطع کنم و از لنز دیگه استفاده کنم.